نگو اکنون. خاموش باش، به خاطر نیار. انسان هر چقدر فراموش کردن خواهد هم روز حقیقت آمده مثل یک دفتر حساب نزدش گشاده می شود. گفتم پس چی می شود نباشد؟ پدر و مادرش کی است؟ در کجا است؟ نمیدانم آخر. یا اینکه علی اینقدر وقت برای چی به من نگفته؟ گفته قهر کند و در زده برآمده رود، بعد چی می شود؟ علی این خیلی کار را نمی کند. باور داری؟ البته باور دارم. از خونم نیه لیکن از روحم به وی دادم. ما علی را با یک اخلاق درست تربیت نکردیم مگر؟ همین خیلی البته. این خیلی باشد اگر اصل این کار را باید زود با علی بگویید. هر تیرما خود را بیشتر غمگین می سازی. حالا هم فراموش کرده نتوانستی که از غم و عزاداری دست میکشی. سالها گذشت، هر روز با یک امید به نزدت آمده با تو گپ میزنم. گپ زن اکنون تا نفس آخرینت همی خیل خاموش می ایستی. سلطان گوش کن جانم، به این برگ های خزان نگر. مرده ایستاده اند، می ریزند و تمام می شوند، جایی برگشتن ندارند.
به مردن طفلمان باور کردن نمیخواهی. چندین سالها گذشت، حالا هم باور کردن نمیخواهی. تا نفس آخرین عمرت خود را به خانه حبس کرده فرزند نمی آمدگی را انتظار میشوی. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Az voidi maxsusi zodamal ҳастам. Оғои Ялчин як қаҳва ваъда карда буд. Комиссар Али гӯяд ба ёдаш меояд. Шумо каме интизор шавед. Ман пурсида мебиёям. Хуб шудааст. Вой, 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 вой. این خانه با حشمت رو بینید. خانه قصر. همه گفته‌هایتون خوب، لیکن اینقدر سال حقیقت رو از علی پنهان کردنتون رو نمیفهمم. دلمون هیچ با گفتن راضی نشد دخترم. تو پسرخوان هستی گفتن نتوانستی. وقتهای آخری سوالهای عجایب پرسیدن رو سر کرد. دیر یا زود میفهمد. دیر یا زود. حقیقت رو باید از شما می آموخت. اکنون بدی کار درون که من هم همه چیز رو می دونم. دخترم، یا اینکه تو میگویی یک نفر باید این کار رو کند. با اجازت شما من می روم. شنیده های مرا هم خیلی زیر تاثیر موند. دخترم، ما را گناهکار حساب نکن التماس. ما برای خوبی علی تا این سن و سالش حقیقت را پنهان کردیم. آرزو دارم وقتی که علی پسرخوان بودنش رو فهمد خودش رو فریب داده شده حس نکند. این چه خیلی گپ است دخترم؟ برای چی فریب داده شده حس کند خود رو؟ انسان جراحت های چخورترین رو از دوستان نزدیکترینش میگیرد. از همه دوستان نزدیکترین. میترسم که علی خود رو چون یک بیگانه فریب داده شده حس نکند. ما علی را آنقدر دوست داشتیم که مثل فرزند خود دانستیم. اینقدر جدی بودن کار را حتی فرق کرده نتوانستیم. اما اینجا تا حال یک سوال است که باید جوابش را یابیم. آن چی است؟ پدر و مادر حقیقی علی کی است؟ این رو باید حتما معین کنیم. با اجازه شما. با یاردمچی یلچین گپ زدم. گفتن که ساعتی واخوری جدا نکردن در این وقت. من با یاورش نه، با خود جناب یلچین واخوردن میخوام.
فهمیدی؟ یوردمچی جناب یلچی از بی‌خطری و واخوریش مسئول است. خب مایلش این طور باشد تو رفته با اون جناب بگو آمدن مرا به جناب یلچی خبر دهد. پلیس باشی هم اینجا ملک خصوصی است. در اینجا قاعده ها از دیگر جای فرق میکنند. خدایا توبه. و کجا میروی؟ و کجا؟ گوش کن. من حاضر در ملک خصوصی نیستم. در راه رو ایستادم. یعنی اینجا مالکیت جمعیتی است. حالا در جای من هستی. دستت رو فرار. بقیب کرد. هی آرام شو. ای ایسا چیکار پسر اینجا؟ اوف شما هیچ تمام نمیشوید. خدایا به من صبرت کن. برادر دست دادن بردار. من پلیس گروهی مخصوص هستم. واحدی مخصوص. اجازه داری یا زودتر رو از اینجا؟ سلاحات را پایان کن. اوه ترکان؟ با خدا کی ترکان؟ منو تو شناسیم. تو راننده آقای یلچین هستی. واخوری مقرر نکرده با آقای یلچین واخورده نمیتوانی. اگر بسیار خواهی با تو یک ساعتی واخوری مقرر کنی. این ساعتی واخوریش باز چی است؟ لیکن الکی من آمدم. نباشد واخورده نمیتوانی. گوش کن میدونی چیکار کن؟ تو بار دیگر با آقای یلچین صحبت کن. من آرامکک بزیده قهوه رو نوشیده میروم. گبزن دمیر. رئیس علی بابور در اینجا است. برای با شما قهوه نوشیدن آمده است. به ما قهوه نوشیدن میخواستگی باید خود را اثبات نماید. مگر این طور میشود؟ آفرین آفرین. درست میگوید جناب. بسیار هم به وی فشار آورید. علی بابور تا چه درجه با اسب بوده است؟ زور و قوه‌اش به چی میرسیده است؟ کی بوده است این آدم؟ یک او را سنجیم. اطاعت جناب. ترکان؟ چی شد؟ با فکرم اجازت دادند ها؟ با گروهی پیشوازگیری آمده ای؟ با سردار واخوردن خواهی؟ با وی از آمدنت خبر دادنم رو خواهی؟ اول باید از من اجازت گیری. ترکان؟ خودت نامدی؟ با تو مشغول می شدم. بهوده این کودکانی بیگناه رو نکشم. تو از گروه من نیستی. به خدا؟ حالا تو هم میایی 4 به 1 ها؟ ترکان بسیار عادلانه کار میکنی. چیکار میکنیم؟ حساب کرده به پیش میرویم. همین خیلی نه؟ بیایید. مسئله‌اش رو بینید کنی شرمنده ها. خیر 1 2 3 گفتیم. خدا را شکر به 4م هم رسیدیم. کو بیا. هر دویتان ماندید. کدومتون نزدیک میشوید؟
تو یا اینکه تو؟ معلوم شد که تو. کو بیا. بله نوبت به تو رسید. ترکم مرحمت. کنه بینیم جناب اوجی نوبت به تو. چقدر وقت بود با کودکی و گذشته علی گپ پرتافته ایستاده ای؟ خیر چی شده است؟ فکر کردم که این شغل چی در داشته باشد. جوابش را یافتی؟ بله یافتم. اکنون آید گذشته علی و از کجا معلومات پورا داشتنت را میدانم. همین که برای چی بوده است؟ چون این فهمیدم که سخنی گفته اتون بسیار گران بوده است. بله چون این است. چون این سخنها در گلویم در میمانند. برای چی؟ برای چی خانم دادستان؟ گذشته علی را از همه زیادتر تو میدانی. چون که علی علی پسری تو هست. چی گپ است در اینجا؟ کمیسر علی خوش آمدید. این چقدر سورپریزی کلان. با خدا سورپریز کردنی بودیم اما آقای ترکان کارو ویران کرد. امیر تو آمدن مهمان را چرا به من نمیگویی؟ علی پسری تو هست. برای همین دویم با اوی گپ میزنی. همین خیل نه؟ برای با اوی نزدیک شدن تسلیم شدی. همین خیل. اوجی اگر دشمنت باشد یا نباشد اوجی باز در پای پسرت هم هست. همین خیل. برای علی را از اوجی پنهان کردن او را نزد خانه حکمت گذاشتی. با تو گپ میزنم ای آدم. جواب ده. مسئله های اویلوی رو مجبور نیستم که با شما گپ زنم. یعنی قبول میکنی همین طور نه؟ نه. خود با خود خیال های زیبا کرده. فقط گوش کردم. تئوریای بد نیست.
лекин бо ҳақиқат алоқа надорад. چرا با تو باور کنم؟ گپ میزنی شقو. گپ میزنی. боварӣ надорам. باور نکن. نکن یگان راهی تو رو با گپ در آوردن رو میابیم. аз ин гуфтаҳоятон ба али ҳам гуфтед? ҳеҷ боварӣ надорам. ҳеҷ боварӣ надорам. барои рӯй додани чунин кор бисёр мутаассирам. ман ҳам. бисёр узр мехоҳам. ҳеҷ гап нест. чӣ хел мешавад ки дар хонаам чунин беақлӣ рӯй медиҳад? кане нақл кун. ҷаноб, мо вазифаамонро иҷро кардем. барои бо шумо вохӯрдан интизор шуданашро талаб кардем. лекин бисёр хоҳиши якравӣ кард. бояд дарҳол ба ман хабар медодӣ. такроран узр мехоҳам. ҳеҷ гап не. посбонони мо баъди суиқасди охирӣ корро каме ҷиддитар гирифтанд. маълум. лекин ба ман хабар надода хато карданд. дарҳол ба хона гузаред. ба меҳмонамон кӯмак намоед. дасту рӯяшро шӯяд, худашро ба тартиб дарорад. шуморо дар дарун интизор мешавам. ташаккури зиёд. саломат бошед. не, ҳеҷ гап нест. таркани модароз. барои нодуруст фаҳмида шудан такроран узр мехоҳам. ҳеҷ гап нест. ин тавр бошад ваъдаи қаҳванӯширо фаромӯш накардам. саломат бошед. марҳамат. ташаккури зиёд. مادر این رابین خیلی زیبا است. اگر به مکتب میرفتم آن وقت بین انا اینها رو میگرفتم. اوف صد پایغزار رو تازه کنم هم پول این رو جمع کردن نمیتوانم پسرم. میگرفتیم همه خیلی پدر. من با اینها بسیار تیز میدویدم پدر. پسر زیبای من و تو اینها بسیار میزیبند لیکن مرا ببخش که خریده نمیتوانم. غمگین نشو پدر. همینش کفایه که تو غمگین نشوی. پولمان با چیزی رسد من همه را میگیرم پدر جانی من. رفتی پسرم. همین که ما و تو پول بسیار جمع کرده توانستیم بسیار چیزها میخریم. پایغزار رو هم میخریم و مکتب رو هم دوام میدهی. زنده باش پدر جان. خدایا تو کورنمکیم را ببخش. به آنقدر نعمتی در دستم بوده نگاه نکرده ناشکریم را شکایتم را
عاجزیم را ببخش. برای رضای تو را به دست آوردن من سالی نمودن را و نعمت‌های دادن شکر کردن را و آنها را تقسیم نمودن را نصیب گردان خدایا. قهوه به تو معقول شد؟ بسیار بامزه. سلامت باشید. تا اینجا فقط برای قهوه نوشیدن نآمدی به فکرم علی. نادرست گفتم؟ آقای یلچین، من گپم رو روی راست میگویم. سخن رو این خیل بسیار کشال دادن رو دوست نمیدارم. این تروریست با نام رمزی خسرو برای چی شما رو کشتن خواست؟ فهمیدن میخواستم. سوالی خوب. این را من هم از خودم میپرسم. حتی از تشکیلات امنیت یافتن جواب این سوال رو میخواهم. با اون خسرو باید رابطه‌ای داشته باشید. باید شما او را خوب شناسید. روی راست به شما سوی قصد تشکیل کرد. به فکرتون این کارو برای چی کرد؟ در یک چند ساحه فعالیت نشان دادگی یک تاجر هستم. چیکار گویم؟ شرکت هایم بسیار شرکت های مشهور به حساب می روند. ثروتمند هستید یعنی؟ انیخترش خیلی هم ثروتمند. آنچه گفتن نتوانستم تو گفتی. از همین سبب برای از بین رفتن من از تجارت دست کشیدنم رو میخواستگی در فعالیت تجارتی هم مانع میشدگی رقیبانی زیاد است. سخنهایم به فکرم تو را آنقدر قانع نکرد. یعنی برای چی؟ کدام یک تاجر رو پرسید همین خیلی جواب میدید. یعنی بسیار عاقلانه ننمود به نظری من. شما شکار هم میکنید؟ چی شد؟ شکار که گفتم خودتان رو گم کردید؟ نه جانم، نه جانم. برای چه خودم رو گم کنم؟ شکارچگی هست؟ گفته پرسیدی. البته هست. نمیشد اگر آن سلاح در اینجا چی میکفت؟ خیر، به شکار زود زود می روید؟ قریب که زود زود می روم. تو چی؟ من فکرم که تو هم ذوق شکارچگی داری. نه، من بیشتر با مقالی 40 روز برف می بارد، یک روز شکار می شود کار می کنم. خیلی همی. من از پی آنی هستم که شکار کرده نمی شود. سعید نی، شکارچی. یک روز آن شکارچی هر کسی هم که نباشد از سراخیش می براید و من او را به عدالت می سپارم. با اجازت شما آقای یلچین، من باید بروم. برای قهوه تشکری زیاد. هیچ گپ نی. خانم گرامی، ببخشید شما را ناراحت کردیم. سلطان،
تو هیچ پایان نمیفرامدی خوب هستی زوجم خانم سلطان ببخشید سالها گذشت اما گپ نمیزند دردی کهنه است سالها شد که عزاداری آن را می کند همین خیلی غمگین شدم اما از شناسایی با شما شادم با من اجازت سلطان چیکار میکنی؟ خانم ایستا خانم التماس سلطان چیکار میکنی؟ سلطان چیکار میکنی عزیزم؟ خانم ایستا سرده شما چیکار میکنید؟ سرده التماس خانم من نفهمیدم شما چی میخواید؟ خانم سلطان زود به حجرش برید آرام شوید دختر را جغ زنید سرم سرم باوریم نمی آید او گپ زد پسرم خدایا خانم بعدی چند سال سخن کردن باوریم نمی آید سلطان پسرم سلطان تو گپ زدی بعد چندین سال باری اول خدایا باوریم نمی آید این یک معجزه است علی این چه خیر شد نمیدانم لیکن چه خیلی که میبینی آیله های بای هم غمی زیاد دارند حالا باید با همسرم مشغول شوم با اجازت تو و تا آنها تا برآمدگاه همراهی می نماید بله پسرم روزی خوش از پای کارتان شوید سلطان جهانم گپ زدی نهایت گپ زدی باوریم نمی آید این چه خیر شد ایزی دستش پسرم سلطان بیا جانم آرام باش سالها باز کوشش کرده ایستادم یگان دختری نارفتم کاری نکردم نماند چه خیر شد نمیدانم لیکن تو را این علی بابور به گپ در آورد عقلم نمیگیرد این در حقیقت حیرت آور است
چیکار کردید رفیقان؟ رفته شاهین را خبر گرفتید؟ دیدم اکا. خیلی خوب است. انشالله پگاه من هم رفته خبر میدم. انشالله. آدم گوشمانک را میموند کنی گپ یاوو گپ زن. با امینانو میآید گفته رسو 3 ساعت در ایاز انتظار شدیم اکا. نخواد. لیکن نقض می شود به امر خدا. انشالله. بچه ها با نوبت از پی شاهین می شویم. هر روز هر ساعت احوالش را می پرسیم. البته اکا. نباشد ینگه فاطمه چی؟ احوال ینگم چی خیلی است بودن؟ فاطمه هم همین خیلی خوب است. یگان حرکت نیست. کودکی بدنشان کمان شده ایستاده است. به خدا برادر در این حالت حتی تو آمده اینجا خدمت میکنی برادر. من به تو چی گویم؟ حلالت بود. خدا راضی باشد. خدا از تو راضی شود. کاش که فاطمه خیزد روی پسرم رو بینم. من در این حیات نباشم همیشه. توبه گو. این خیل نگو گفته؟ این خیل نگو قربانت شود. خداوند حکمت هایی که ندارد صبر میکنیم. وقتی همین رسیده بود اکای علی باز آوردی همین بخاصیت رو. اکنون همون شکارچی رو میجین همین خیلی؟ بله همین خیلی. بله. طبق معلوماتی که از گلیزار رسید شخصی که در زیر این است انا این. اوه اینش چی بود؟ چیلونگر گفتگی کس این کسی است که تمامی کارهای اوجی را راهبری میکند. مثل قوطی سحرناک اوجی است. دونا و خطرناک. شخصانی در دستش افتوده را به دام بد گرفتار میکند. یعنی خلاصه گپ این است این آدم با دشمنانش موش و گربه بازی کردن رو خیلی دوست می‌دارد. یعنی گوییم که اوجی در یگان جا کلید را گم کرد. بله. خانه در آمده نمیتواند با همین رو دعوت میکند. بله برادر همین رو جیغ میزند. نخود برای همین یک کارخانه ای چلانگری کشایی. بله برادر. عجب کارها. تمام حالا جناب شغال برای ما جایهای خالی رو پر میکند. گیر. با اجازت شما رفیقان. لیکن در حقیقت این کارهای کردت فایده آور شد. اکا این حریف رسا 4 داور کشید. این روز من و تو یگان چی کردن نمیتوانیم. این هم یک چیز است برادر. این 4 نام را انیق کنیم در راه کشادگی میشویم. اوه بله گپ زن. آن کشیده هایت چی است؟ اینها 4 منبع اساسی می باشند که اوجی از آنها غذا میگیرد. 4 آدم مهم. هر یک فعالیت اوجی از این 4 نفر میگذرد. خیر گپ زد برادر کی بوده است؟ در کدام ساحه فعالیت میکند؟ یک نام بر کن کنی؟ ساحه فعالیتشان مواد مخدر، تجارت کودک، تشکیلات تروریستی، فروش زنها و به هر نمودی کارهای افلاس دست میزنند. لیکن این 4 آدم کی هاست؟ در کجایند؟ نمیدانم. مشکل است. گروه یکم نامد آنها یک گروه مخصوصی زود عمل هستند. از پای من شده و من فشار آوردن. به من فشار آوردنشان معنای به شما فشار آوردن را دارد. همه تان باید زیرک و هوشیار گردید. به من فشار آوردنشان معنای به شما فشار آوردن را دارد. همه تان باید زیرک و هوشیار گردید.
дар дасти гурӯҳи як будани шағол бисёр нороҳаткунанда аст. ҳар лаҳза ҳаргиз ошкор шуданаш мумкин. он мавзӯъро ҳам дар муддати кӯтоҳтарин ҳал мекунем. ин чилонгар одами авҷӣ мешавад. авҷӣ бо ягон кас рӯи рост во намехӯрад. ҳамаи ҳамкориҳоро чилонгар мекунад. мушкилотро вай ҳал мекунад. дарҳои бастаро мекушояд. он 4 нафаре ки номашро намедонам фақат чилонгар мешинасад. мо ин челонгарро дар амалиёти охирин қариб дастгир мекардем. такроран чун ҷосус ба наздашон даромада метавонад. ин бисёр хатарнок аст, намешавад. агар ин челонгар ҳама дарҳоро кушояду ҳамаро шиносад, ягон чораи дигар дорем? ту боварӣ дорӣ ки ба назди челонгар чун ҷосус даромада тавонистӣ? ҳама якҷоя кор кунем? бале. ҳама якҷоя. модоме ки ба ин кор шурӯъ мекунем, шағолро ба ягон макони бозам махфӣ бояд барем, ба ҷое ки касе намедонад. то тамом шудани кор бояд дар пеши чашм набошад. ҳамфикрам. мо бо оғои шағол як масъалае дорем ки ҳал нашудааст. фикр накун ки аз дастам халос ёфтӣ. туро ҳатман ба гап медарорам. бо завқи калон. ин чӣ аст? ягон масъалае ҳаст ки мо бояд донем? не ин чизро донисаратон лозим нест. хеле хуб. шағоли лаънатӣ маро рӯи рост таҳдид мекунад. демир амр кунед ҷаноб. бо кадом роҳӣ набошад шағолро талаб дорам. ӯро ба назди ман биёред. ҷои шағолро доимо иваз карда истодан. акнун иртиботамон ҳам канда шуд. дар куҷо буданашро ёфтан каме вақтамонро мегирад. читин дар куҷо пинҳон шудани шағолро читин барои мо фаҳмида метавонад. ҳама дарҳоро фақат челонгар мекушояд. гулизор ба макон дохил шуд. алӣ, ака, гулизорро ба дарун фиристода хато кардем. ака, илоҷи дигар нест. бояд ҳар чӣ зудтар авҷиро пайдо кунем. бале бародар, ин кор бисёр дароз кашид. дар кадом сурохе бошад ёфта мебарорем. баробардан замон як ларзонем. зуд бош гулизор, зуд бош. ту аз уҳдааш мебарои хоҳарам. маълум мешавад ки номад лайло аст. бале ҷаноб.
من میخواستم که مرا اوست گوی چون که من امر نمیکنم می آموزانم. چه خیلی که خواهید اوستا نباشد از من چی میخواهی؟ برای شما کار کردن و شما فایده آور شدن میخواهم. کلید و قلف برای یک دیگر هستند. قلف به کلید باور نکند اصلا خودش را نمیگشاید چون که من امر نمیکنم. با این کلید کنی آن قلف را گشا. صبر کن. به فکرم کلیدی نادرست است. درستش را یافتن وظیفه توست. استا چیکار میکنی؟ کلید نباشد از حجره برآمده نمیتواند. هنوز هم یگان جنبشی نیست. زود باش گلیزار، زود باش، التماس. علی ها کنی یک نگاه کن. ابن موسان چیکار کرده ایستادن؟ وای لعنتی ها، از این کودکان چی میخواسته باشند؟ چی گپ از اونجا؟ کودکان را زده ایستادن. به شرف ها، حریف های به شرف. بین چی زده ایستادن؟ بلا زند. آن آدمی که گلیزار با او واخوردن میخواست. چی خیلی میشود اکا؟ باوری داری؟ اکا همان است، همان. باوری دارم. ظریف یک نگاه کن. بله رفیقان، این آدم چلانگر است. اکا ممکن گلیزار در مشکلی افتاده است. بله برادر. در اصل دختر زیبایی استا را راضی میکردی یگان جایت کم نمیشد. کار نپخت. چیکار کنیم؟ رفیقان چه خیل بودن تو را فهمیدن میخواهند. اکنون به جنازه حق میآیند. الو. حریف به حیله‌ام باور نکرد. مجبور شدم که یکی از آدمانش رو کشم. فهمو گلیزار. تو میدانی که باید چیکار کنی. به نقشه دیگر میگذاریم. خوب؟ فهمو. رفیقان، گلیزار او را فریب داده نتوانسته است. چاره دیگر نداریم. یعنی زده میدرویم. عیناً همین خیل باته. کودکان از شما کرد. من آن چلانگر گفتنی حریف را میگیرم. فهمو. رفتیم برادران. گریه کن بچم، گریه کن. خودت را چی قدر بیچارگی همان قدر زیاد پول کار میکنی. همه چیز تیار است. کودکان دیگر را هم همچون بمبئی زنده به سوریه میفرستیم. بینید باز یگان خطا نشود. سلامتی روحی تو ناز نیست بفکرم. اگر خواهی با اصولهای خودم میتوانم طبابت کنم. رئیس این خیلی باز زیادتر در آمد میکردم.
این همگانه چیزی میدونست اگه اتان همان پول است. لعنتی ها! اینها از کجا بر آمدن؟ ما در اینجا به متال ها تیر میپرانیم. جمع شوید. بچه ها دویدید. بچه ها به اینجا بیایید. بیایید زودتر کنید خم شده دوید. خم شده دوید. تستر دوید زودتر ای به کجا؟ به این طرف. زودتر اینجا بیاد. زود باشید. زودتر بگویم. زودتر خم شوید. زود ما پشت درخت روید. زودتر پنهان شوید بچه ها، پنهان شوید. در آنجا ایست نخیز. ابله ها از نزدیک پرونده ایستادن، هرگز نبرا. گویا که 300 متر دویده باشم. نگریز لعنتی، نگریز. هرگز با پا نخیز. چیکار میکنه مکا؟ دیگر چاره نیست. من رفته کودک رو میگیرم. نخیز اکا از نزدیک پرونده ایستادن، هرگز سرت رو نبرار. لیکن برادر، تا به مظلوم رسیدنی تیر به من رسد. یا خدایا تو مرا محافظت کن. رو ظریف اوزد رو برار. ظریف اوزد رو برار. اکا ظریف خوبی؟ خوبم اکا خوبم. ظریف اکا خوب هستی ظریف اوزد رو برار میگویم. اکای ظریف آواز ده. اکای ظریف الحمدلله. خدا رو شکر. بناموس. در جوشن تیر در اومده است. الحمدلله. کودک خوب است؟ خوب است اکا. خوبم اکا خوبم. شکری زیاد. کنی بیا هستم مرا با پا خزانه. سلامت باشید اکا. مرا آزاد کردید. خوب که شما هستید. انا همین از روحیه گروه یکن همین. برادر عزیزم، تا وقتی که ما همین خیل هستیم یگون کس در مقابل ما ایستاده نمیتواند. یگون کس. میبخشی. هر دایم به خواست خدا ما حافظتگری مظلومان و جزا دهنده ظالمان هستیم. انشالله. کفاسی سینه درد میکنه. کرد. ایستا ابله، ایستا گفتم. آفرین همیشه همین خیل باش. گلیزار چیزی که گوید همون رو کن. جزایش بسیار بد است، آگاه کنم. این چگونه سر و لباس است؟ از این زیباترش رو نداشتی؟ خیر، تو هم حق هستی. این کلیدسازی آنقدر پولی خوب ندارد میگویند، درست است؟ پول بی ارزش است. در نزد در همه برابر است. برای از درگذشتن بای بودن کسی مهم نیست. در کی بودن کلید مهم است. با خدا راست میگویی. با سخنهای زیبا را سر نکن. من به زیبایی سخن اهمیت نمیدهم. کودک دزدی به بیچارگان دسترازی کنی، من به آن نگاه میکنم. فهمیدی؟ اگر به بیچارگان ظلم کنی دستانت را میشکنم. مرو نزدی اوجی میبری. فهمیدی؟ ها؟ میبینم که کلام بازی کرده ایستاده ای. در ما همین خیل است. پرینسیپی کاری. اکنون گپ زن.
آن انسان ها مثل فکری کرده ای تو لقمه آسان خدایا نیست. توبه. همین خیل بیا یک بسنجیم، بعد میبینیم که آسان است یا دشوار. علی 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 تو چیکار میکنی اکا؟ این آدم به ما لازم است. نه زری، میدونی او چی میگوید؟ مگر این آسان است میگوید؟ من برای چی این را زنده گذارم؟ برادر، تو برای چی این را نگاه میکنی؟ برای چی؟ درست اکا با من گذار در یک دقیقه اقرار کنم چیزی که میخوایی. نه برادر نه، من معنی سری این را میترکانم. کاری آسان نیست، من گپ نمیزنم. این چی گپ است؟ تا اینها به گپ میدارند که من 2 دانشگاه را ختم میکنم. من سری این را میکفانم. علی این ما را نزد اوجی میبرد. علی 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 بقفا زودتر نفخان گریزم. مرکز عاجلا به ما یاری تعجیلی فرستانید. بچه ها علی چشمانت را کشا برادر. علی چشمانت را کشا برادر. چخیل با جونی علی قصد کردم، بی وجدان ها چخیل قصد کردم. قربانت شوم علی. بچه ها نفس میگیرن. نفس؟ خدا توبه. علی نگاه کن. باور کردیدم؟ چی؟ کی رو خوردیم؟ چی شد؟ برادر نخواد همین خیل کنی. یک کارهای میکنی که هیچ کس خبر ندارد اکا. باور کردیدم؟ میبینی با این کار کردگیت ما رو بسیار ترساندی. مرا ببخشید، ولی برای باوری نشدنش باید چنین میشد. بر پدرش لعنت. کسکپوش کی بود؟ من فهمیدم گونیزار بود. خیر بینیم چلانگر، اکنون ما رو نزد اوجی ببر. لیلا ба шумо фоидаовар мешавам гуфта будам. одамонатон аз рӯи заду хурд маро озод гузоштанд. ман ҳам фурсатро истифода карда хостам бовариятонро ба даст орам. انا همین کلیدی درست. بیا کنی چتین. نازوکی شکارچگی چی است میدونی؟ نه. سعیدت را یعنی هدفت را درست معین میکنی. اگر به هدف نادرست تیر پرانی دستت میلرزد، زده نمیتوانی. گیر کنی تو یک سنجیده بین. خوب لیکن من هیچگاه سلاح استفاده نبردم. درست، ممکن سلاح استفاده نبرده باشی، لیکن یک نازوکی سلاح داران رو میدانی اکنون. همین تب نچتین؟ سلاح رو بالاتر بردار، با چشمت نشان رو چین کن. تیغ نشو چتین،
هدفت رو نمیدانی. خطا کردن طبیعی است. این رو گیر کنی؟ این چی است؟ انا همین آدم قاتل پدرت است. اکی علیت قاتل پدرت رو دستگیر کرد، لیکن از تو پنهان می‌دارد. چتین این چی خیل میشود؟ چی خیل با من این کارو میکند؟ پروا نکن. برای انتقام گرفتنت به تو یاری میرسانم. تو به من جای این آدم را میوبی، من هم انتقامی تو را میگیرم. فراموش نکن، از دشمنت انتقام گیری و شکار خواهی به هدفت نزدیک میشوی. باوریم نمیآید که مرا هم به اینجا آوردی. برای چی؟ اینجا عالی جناب است. من دایی میآیم. من عادتا بعدی کار راست به خانه میروم. کمتری دیگر کار میکنم و خواب میروم. حق هستی. میدانم که زیاد کار میکنی. برای همین من خواستم که بعدی کار سورپریز کرده تو رو به اینجا بیارم. تو یگان نیت کنی هیچ از آن دست نمیکشی همین طور؟ بله. با تو پسند آمده؟ اینجا خیلی زیباست. در حقیقت همین فعل. میدونی اصلا تو رو پیش از به اینجا دعوت نمودن خیلی زیاد فکر کردم. آخر تو دادستانی کلان هستی، راهبری من حساب میشوی. حساب میشوی؟ از من بالا هستی. فکر کردم که این میزیبد. هم خوراکمون رو خورده هم کار و گپ زنی مشکلات نمی شود. به فکرم گلیزار این کار رو حل کرده می تواند. گلیزار حل میکند پروا نکن. به این هم تا آمدن خبر خاموش انتظار میشه. این باشقو مسئله حل نشده اتون چیست؟ در این باره بد گپ میزنیم علی. درباره کار گپ زنیم گفتی، برای همین پرسیدم. اهمیت نده، بیا خوراکمون رو تمام کرده خیزیم. خوب فهمو. حالا بر وقت است ولی خوب مایلش چه خیلی که خواهی. خوریش است، خوریش بسیار بولذت است. بخیر است انشالله. این چیست پدر؟ نمیدونم پسرم. کشاده بینیم. پادر این رو بینید. پای افضال دوست داشته ترینم است.
Исопис инро ки овардааст барои чӣ овардааст мо намедонем ку ای زنده باد خداوند برای من پایافزار فرستاد پدر این همون پایافزار دیدگی ما است بسیار زیبا است پدر از تو در راه خدا چه خرج کردنت را میپرسند بگو که همچون خیر چیزی که خرج کنی و برای مادر، پدر، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان است همچون خیر چی کاری که کنید خداوند در حقیقت آن را میداند ای محمد از تو در راه خدا چی خرج کردنت را میپرسند بگو که همچون خیر چیزی که خرج کنی و برای مادر، پدر، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان است همچون خیر چی کاری کنید خداوند در حقیقت آن را میداند چتین صبح بخیر از شما هم اکا آفرین برای نماز خیستی ها؟ اکا علی ها چی شد جانی اکا گپ زن امروز من هم با تو به شوبه روم به شوبه؟ تینجی است؟ آخری هفته درس نیست بسیار دلگیر شدم یک دیگرگونی شود سرم آرام میگیرد خوب مایلش بیا نماز رو خونیم بعد یک نهاری خوب کرده میرویم ها؟ وای من برای نهاری به خاله هاجر یاری میدهم بعد میبرای مایلش با زوری کاری خوب اجرا نمیشه خیر تو تیار شو یک جای میرویم بیرو سلام علیکم رفیقان انتظار بودید ها؟ سلام علیکم سلام کلچه های گرم و جوشان آوردم تینجی است چیکار میکنید؟ سلامت باشید بهترین آدم هستی چیکار میکنید؟ خدایا توبه همش را خودت تنها خوردنی هستی سرده ماندگیش را برای رفیقان میدیم و تو چی؟ بالتر اول تقسیم کن بعد خور قربانت شود برکت حضرت ابراهیم است فهمیدی؟ ظریف باز به گپ در آمدی از روی تو یک پوست استخوان میشوم گیر کنی گیر تشکر برادر سلامت باشه تو هم گیر تو بسیار خوردی با خدا که بسیار خوردی گیر بسم الله الرحمن الرحیم گیر دو درم نیک رحمت گیر نیک وای بچه ها مرحمت سیافت از دومی علی مشکل هستی خوش آمدی خوش باشه دکه ای دودرکم ای خدا تکرارا خوش آمد خوش باشه دکه امروز من هم به جای کاری پدرم را به هم گفتم نقص کردی دودرم نقص کردی اکای علی من یک چرخ زنم ممکن؟ مایلش چرخ زن این کلچه ها بسیار بامزه با خدا که بسیار بامزه لذتش از بویش معلوم تشکر برای آوردنت برای نوش جان اکا پول تیار باقی موندهش بعدی مال رو سپاریدن کودکان در کجاست؟ همچون بمبئی زنده به شرق میانه روان میکنیم کودکان را به آنجا میبریم بسته امروز به راه میبراید
قاتل را بین. در اینجا خون و خشته خواب رفته است. حریفین آدم. انتقامت را میگیرم. خونه در زمین نمیماند پدر. رفیقان زود باشید، جمع شوید، میرویم. آقای شغال، آقای شغال. اوه چتین در همین جایی؟ اینجا چیکار میکنی؟ تماشا کردی؟ خوب خوب. سردارم در این حجت ها باید امضا گذارید. با من دیه کرد. خلاص محله قزلداغ، بندر یلدوز. مайлش فهمو. رحمت برادر. چتین ما با یک عملیات آمادگی میگیریم. تو آماده نمیتوانی، لیکن اگر خواهی در اینجا ایستاده همه رو تماشا کن. بسیار عجایب میشود. مایلش اکا خوب میشود. خوب. گوش کن. کار من دور و دراز دوام کردنش ممکن. اگر دیر کنم با رفیقان گفته میمونم دلگیر شوی تو رو به خانه برده میمونند. مایلش خوب اکا. مجید او بیدار شو برخیز. با سیر و گشت میرویم. من با این سیر و گشت های سهرگاهی تو حیران. ناز نکن. بیا برخیز. دستت رو دراز کن. اکنون اینش رو. خیر رفتیم. پیش گذر. زود باش. رفتیم. امیر لبای جان از چتین پیامک آمد. جای شغال را آموخته است. در حال با چیلانگر در تماس شوید. خوب شده جناب. علی از گلیزار پیامک آمد. در کجا بودن دیگر کودک‌ها را آموخته است و غیر از این باز درباره چیلانگر معلومات‌های دیگر داشته. با خدا اینقدر زود انتظار نبودم. در حال رفتن لازم. بله اکا راست میگویی. مالش این به شما امانت. روید. ظریف گروه رو جمع کن. ما آماده میشیم. مالش برادر. سکریگی بچه‌ها این راهزن حریف بسیار خطرناک است. کنی زودتر باشید. بسیار پول کار میکنیم. ای بچه بسیار گریه نکن. با کارت از چشمش یله‌دار شدگی است. از روی همین مثل راهزنان چشمند سیاه می‌بندد. برای همین در عالمی مافیا راهزن گفته می‌شناسند. به این هم قاچاقچی است. داوکنی این کودک رو بکش. این حریف یکی از راهبران 4 سمت فعالیت اوجی می باشد. از دزدی کودکان هر سال 55 میلیون دلار به کیسه اوجی می فرستد. حسی رحمدلی ندارد. اگر کودکان را صحت و سلامت خلاص کردنی باشیم بسیار باید با دقت باشیم. رفیقان با دو تقسیم میشویم. بالتا ظریف شما از آن طرف. کارلوس تو با من. رفتیم.
ака ба инҷо гурӯҳи махсус омад ака. бисёр нағз бозиҳои челонгар чиғил будааст бинем канӣ. мушҳо ба қапхон даромаданд. домҳоро омода кунед. майлаш фаҳмо. усто ҷои шағол аниқ гардонда шудааст. чӣ амр мекунед? با امیرداد ارتباط شوید. اگر لازم باشد یاری روان کنید. усто бо иҷозати шумо نزدیک بیا لیلا. در نزد من هر کلید معنای خود را دارد. تو کلیدی دری باوری را گرفتی. تا حالا این کلید را به کسی ندادم. لیکن اگر خواهی هر در کشاده گردد باید چلانگر شوی. من همه چیزهای میدانستگیم را به تو میآموزم. شرفی دوام دادنی اثرم را به تو لایق دیدم. گازار رازم بسیار ناز. بین امکانی گروهی یک چقدر دانا بوده است. نترسید بچه ها نترسید. ما پلیس هستیم. نترسید. حاضر از اینجا میبراییم اما یک جای من. گریه نکن پسرم. ای بچه های عزیز چه خیلی با شما چونین قصد میکنن. فکر میکنی که نصفی کودکان مملکت در اینجا هست. با کجای دست نزنیم کودکان دزدیدگی میبرنه. بالتا بیا برادر کودکان را گرفته براییم. بچه ها کنی با من بیایی. بالتا بیا میرویم. کنی خیز بسرم کنی بالتا قربانت شوم. از کی باز من تو را جیغ میزنم. برادر این حادثه را بین. با اشارتم ثبت آواز را به حجره ها ده. مایلش خیر کارلوس این بمبه ها چی گپ است؟ برادر من در شبه افتادم. زودتر از اینجا رفتن لازم. بله میرویم. زود کارلوس پنهان شو. وضعیت آنقدر هم خوب نیست. برادر چیکار میکنیم؟ با سنجش اولاتون خوش آمدید. حیات شما دارید مثل یک امتحان است. چی گپ است؟ هر یکی ما در سنجشمان با یک چند مشکلات روبرو میشویم. هر یک مشکلات جواب درست را در داخل خود نگاه می‌دارد. خواهشمندم از شما آن کلیدها را یافتن است. ای چی میگویید؟ میدانید حیات از همه معلمی سخت‌تر است.
اول امتحان میکند بعد درس میدهد. کلید را یافته در را گشایید یا اینکه همین خیل ایستاده به تقدیرتان راضی میشید. انتخاب از شما است. در پوشیده شد. بولتا ظریف خودش چی گپ است برای خودم. بالتا وقت که پر شد این بمبه ها ترکیده ما را پاره پاره میکنند. یگانه رو همین رقمی کد رو یافتن است. بسم الله الرحمن ایستو کارلوس ایستو. ای بچه آرام شو. چیکار میکنی؟ در آن منیکن تو بمب است. میترکیم. ایستو. راست میگویی. نباشد چیکار میکنیم اکا؟ این آواز هر کسی باشد چون گفته وای و تقدیرمون راضی میشنیم. ای بچه یک لحظه ایست. راهش رو میابیم. ایست. همین خیل از بلای گروهی یک هم خلاص کردیم. حالا رفته مالها رو براه میبراریم. وقتی تمام شدنی قوهش رو یافت. ایلاجه کرده باید آن تلفن رو گیرم. علی چیکار میکنیم ها؟ بسیار در یک حالتی بد هستیم. در یک حالتی که عصبهایمان رو ویران میکنن. تمام یافتم. چی یافتی ها؟ گوش کن وزیر. در نوک سلاح آنها شراره رو میبینی؟ بله برادر. حالا آنها با ما معلوم میکنند که کی منیکنت است و کی آدم. فهمیدی؟ خودداری نکن و پرام. فهمیدی؟ آفرین. تیار شو. ظریف. علی کلید را یافتیم به فکرم. بله یافتیم. بیا نوبتی تو. کنی بسم الله. آفرین کارلوس. عینان همین خیل. دوام ده. ما نمیمیره. نشه بچه. صحت و سلامت میبرایم انشاءالله. کنی پسرم حالا نزد رفیقانت رفته با من یاری ده. آنها را صاحبی کن. مینش کنی را پسرم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بالتا چی کار میکنیم؟ وقت با آخر رسید. ظریف نشین خیز. میابی یگان علاجش را. نه رجب این دفعه دیگر خیل است. همان مروت معین میکردگی ایچار نیست که ناقلش را کشیم تمام شد. معین کردن رقم کاد این یک چند ساعتی ما را میگیرد. تو میتوانی سرت را بکار دارور. یگان راهی میشدگی این کار نیست مگن. از همه زیاد استفاده میشدگی کاد را یا قسم میخورم که این سری کلی تو بسیار زور است. زور. برادر این چراغ اولتراویولت است. انشالله رقم را عوض نکردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا مدد کن، پیش کار را کشاده بگردان. 1 3 5 7 1 3 5 تو میتونی 5 3 1 7 1 5 7 3 1 3 5 7 زودتر 7 5 3 1 7 5 3 1 1 3 5 7 خواب روید بچه ها، زود خواب روید. بچه ها خوب هستید؟ کارلوس اینجا در اختیاری تو. تمام از اینجا میبریم. رفتیم. اشتیهای تو معلوم میشد که تو اکنون با ما هستی. بله از این بعد یک جویا کار میکنیم. خیر من روم به این هم کار دارم. ببخشید چقدر ناعهده برا هستم. بخشش زیاد اکا جان، بخشش زیاد. همین خیلی میشود، پروا نکن. اکا جان، اکا کاستومت رو برار من توزه میکنم. برار نه مهم نیست، به خوشخوشی میدیم. همین خیلی میشود مگر من کمبودی کردم رو خودم توزه میکنم. به خدا که توزه میکنم اکا جان. بیایید کشید، در حال توزه میکنم. کشید اکا جان، کشید. توزه کردم میورم، خودی حاضر میورم. حاضر توزه میکنم. مایلش نامدی کار را بین، بهوده وقتمون رو صرف کرده. میگوریزد دستگیر کنید. از جایت نجوم که میپرانم. کو گبزن راهزن در کجاست؟ کودکانی دزدیده‌اش را به کجا برد؟ گبزن ابله گبزن، وگرنه زنده نمیمانی. با کودکان در ماشین کلان به این طرف رفتند تا سرحد با آنها میروند. در یک وقت به 5 شهر تقسیم میکنند. آنها کدام شهرهایند؟ گفتن نمیتوانم. برای چی نمیگویی؟ چهل گفته نمیتوانی. همش رو بگو وگرنه زنده نمیمانی. ظریف با رفیقانی در این شهر بوده به تماس برو، همشان را رفته جمع کنند. بی‌شرف‌ها اینجا بیا. عقاب دولانه به سراغه های میدادگی هم در یک وقت عملیات گذرانیدن لازم. برای دستگیر کنی راهزن میرویم. و پیش عملیات گذراندن لازم. این خیل طبیعت و هوای گشاد با من خوش است. برای من همین خیل جایهای آبید بسیار خوب می شود.
одамони дар он ҷо истода ҳамаашон полисои шағолро муҳофизат мекардагӣ аст. аз ду тараф ҳуҷум мекунем. ба муқобилият нишон додан фурсат надода ҳамаашонро нобуд месӯзем. фаҳмо? майли шака фаҳмидем. газро зер кун ака, зуд бош. ба онҳо рафта расем, зуд бош. майлаш, ин кори ман, ту парво накун. оҳо, ана дар ҳамин ҷо нигоҳ кун. дидам ака, дидам. газро зер кун ака, газро зер кун. бало занад. чия балӣ? ҷои шағол ошкор шудааст. ба хайр аст ака? ин кам буд ки боз барои он ҳарифонро дуздидан ба ҳаракат сар кардаанд. карлос, исто бародар, исто. рафиқон, шумо масъалаи шағолро ҳал кунед, ман ин ҷоро ҳал мекунам. фаҳмо? хуб шудааст. ака, исто, илтимос, исто. ман полис. ана он мошинро мебинӣ? бояд ба он рафта расам. ҳар гуна хараҷот аз ман парво накун. майлаш. кӯпрук, албатта. демир маълум мешавад ки демир ҳам омад. кор ин дафъа ҷиддӣ аст. халосӣ надорам. як, ду. خرسند میکنند. یک فکر کن، اطراف پر از کودک است. اینها بمب های کلان آینده هستند. باو! البته اگر پیش از آن من سری تو را نکفانم.
شما از آنجا چقدر خلاص گشتید؟ بعد از آنه که حضرت یونس از شکم ماهی برآمدند ما هم از این دامهای شما با امر خدا نجات می‌یابیم. نباشد با من اجازت. حیوان! لعنتی! یک چشمه ای احمق! کنی از این هم نجات یاب کنی؟ ای یک چشمه! حالا تو را دستگیر کنم چشمی دویمت را خودم کور میکنم. خدایا تو بزرگ هستی ما را نگهبان باش. شکر خدا شکر. کودکان کودکان نترسید. شکر. کنی زودتر به وی رفته رسیم. مرا نگرفته به یک آنجا رفتن نمیتوانی. بچه‌ها شغل میگریزد. آدم و چشمانمان نگاه کرده گریخت. کی زنگ زده سود است؟ علی. الو علی آدمان رو نیست کردیم لیکن شغال گریخت. مرا ببخش گناهی من است. این کاری خوب نشد اکا کاری خوب نشد.
با تو گفته بودم دفعه دیگر تیر رو در بین ابروانت میخوری، فهمیدی؟ مرا کشته نمیتوانی. یک سبب و من برای تو رو نکشتن یک سبب گپ زن. پسرت زنده است. پسرت زنده است. پسرت زنده است. مرا کشته نمیتوانی.